نمیبینه ها، ولی اینقدر گوشاش تیزه. نمیبینه ولی اینقدر خوش تیپه. من نمیدونم چطور اینقدر این قرتیه. نمیبینه ها ولی خیلی باهوشه لامصب. اینا که نمیبینن خدا حسای دیگر رو توشون قوی کرده. اصلا نمیدونی چقدر حواسش جمعه. خیلی وقتا ما به صرف اینکه یه نفر نمیبینه میایم و خیلی از این ویژگی ها رو بهش نسبت میدیم و میگیم همه اینایی که نمیبینن این شکلی هن دیگه، خدا چشم نداده دیگه، گفته بذار سایر امکانات رو همچینی درست حسابی و پرپیمون بدن. اما واقعیت اینجاست که ما کسایی هم که نمیبینیم با هم متفاوتیم. یکی اون ممکنه تمرکزش رو شنواییش گذاشته باشه، گوشش قوی باشه، یکی اون ممکنه دلش بخواد به ظاهرش برسه، یکی اون سایر توانمندیاش کار بکنه. کلاً میخوام اینو بهتون بگم، بپذیرید کسی که نمیبینه فقط نمیبینه و سایر ویژگی‌هاش میتونه با 100 نفر دیگه‌ای که نمیبینن متفاوت باشه. ندیدن فقط یه سبک زندگی متفاوته.